آقا حسین آرنج رو بگیر. بچه ها وقتی که حریف آرنج رو میگیره یه تکنیکی که هست که میخوایم رهایی آرنج رو داشته باشیم. برای رهایی آرنج فقط کافیه شما بیایی ساعت رو نگاه کنی آرنجش رها میشه. ولی حالا میخوایم قفل مفصل این آرنج رو بهتون یاد بدم که برای قفل مفصل کافیه اینو بیای اینجا قفلش میکنی، این دست میاد کمک این دست فقط میاد پایین که بعد میتونی ضربه تو صورتش بزنی دیگه. حالا بیا جلوتر اینو دقیق بهتون بگم چه جوریه. آرنج رو گرفته، این دست میاد اینجا قفلش میکنه، این دست میاد کمک این، فقط کافیه بیاد پایین تا بعد تو ضربه تو صورتش. قفل آرنجی که بهتون گفتم و الان میخوام ادامهش رو برم تا مرحله دستگیری برم. بگیر آرنجو، میایم اینجا قفلش میکنیم، اینو میگیریم میاریمش پایین. حالا که اینجا یه ذره بیا جلوتر، اینو میندازم دستو اینجا، این میاد اینجا مچ خودمو میگیره با دستم مچ. این الان دستگیر شد دیگه. خب دقیقاً میتونی تکون بخوری حسین؟ یه تلاش کن میتونی تکون بخوری. الان دیگه اینجا دستگیر شده دیگه.